به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. با یک کلیپ آموزشی در مورد کپسول آتش نشانی و اجزای مهم آنها در خدمت شما بزرگواران هستیم. در مرحله اول ما باید اجزای تشکیل دهنده ظاهری کپسول را بشناسیم. کپسول آتش نشانی از بدنه کپسول، ضامن یا اشپیل، شیر یا اهرم، درجه یا مانومتر، شیلنگ تخلیه و نازل پاشش تشکیل شده که در 3 نوع کپسول پودر گاز، آب و گاز، فوم این اجزای تشکیل دهنده ظاهری یکسان هستند. اما در نوع کپسول CO2 نازل پاشش و شیلنگ تخلیه متفاوته و این نوع کپسول فاقد درجه یا مانومتره که در آخر کلیپ خدمتتون عرض میکنیم دلیل نداشتن مانومتر در کپسول CO2 چیه. خب میریم محتویات داخلیش رو مروری داشته باشیم. کپسول آتش نشانی از پودر، آب، فوم و گاز تشکیل شدن. خب برای اینکه ما بتونیم فوم، آب یا پودر به بیرون از کپسول هدایت کنیم نیاز داریم به یک عامل فشار. کپسول آتش نشانی پودر گاز، آب و گاز و فوم یک عامل فشاری دارن، یک گازی داخلشون هست به نام گاز نیتروژن یا آزوت. چرا از این گاز استفاده میکنه؟ 78% هوای محیط از این گاز تشکیل شده. بی رنگ و بی بوه و نکته مهمش خنثی و غیر قابل اشتعال، یعنی هیچ تأثیری روی حریق نمیگذاره و اون محتویات داخلی کپسول را به راحتی به بیرون پرتاب میکنه. خب برای اینکه استفاده کننده بدونه چه مقدار گاز داخل کپسول هست، آیا مقدار داخلی کپسول نیاز ما رو برطرف میکنه که این محتویات را به بیرون هدایت کنه، یک درجه یا مانومتری روی کپسول های پودر گاز، آب و گاز و فوم نصب شده که از 0 تا 28 بارم گذاری شده و دارای 3 بخش قرمز و وسط سبز و قرمز سومه که نشان دهنده شارژ و فشار داخلی گاز کپسول. که در این اسلاید اگر عقربه روی سبز رنگ باشه یعنی کپسول ما شارژ داره، اگر عقربه روی قرمز اول باشه یعنی کپسول ما گاز استاندارد رو نداره، باید بره برای شارژ. و اگر روی قسمت قرمز سوم باشه یا هرچی نزدیک به 28 باشه یعنی گاز بیش از حد داره، خطر آنچنانی نداره ولی کپسول ما همچنان قابل استفاده و عملیاتی است. برای اینکه گاز داخلی کپسول با کوچکترین برخوردی تخلیه نشه، یک قطعه کاربردی روی کپسولا قرار دادن به نام ضامن یا اشپیل که اهرم متحرک بالایی رو به اهرم ثابت پایینی متصل کرده و مانع از عملکرد این اهرم میشه که برای استفاده قبلش باید این اشپیل یا ضامن رو از توی اهرم خارج کنیم و اهرم بالایی رو فشار بدیم و این اهرم قرار دادن که کپسول با ضربه یا برخورد با چیزی خود به خود عمل نکنه. یک نکته مهمی در کپسول های پودر گاز، آب و گاز یا فوم که عامل فشار داخلی آنها گاز نیتروژن آزوت اینه که اگر شما حتی به عنوان 2 ثانیه یا 3 ثانیه این ضامن رو کشیدی و 2 ثانیه کپسول رو عملیاتیش کردی باید بفرستینش دوباره شارژ بشه و هیچ موقع این دوباره ضامن رو جا ندین چون این سوپاپش عمل کرده و به مرور زمان و در کوتاه‌ترین زمان ممکن گاز داخلیش تخلیه میشه. این موضوع برای کپسول دی اکسید کربن یا CO2 صدق نمیکنه و در این نوع کپسول ما میتونیم هر چند بار تا موقع خالی شدن کپسول استفاده کنیم و ضامن رو جا بدیم. اما بعد این نکته رو حائز اهمیت قرار بدید که هر بار که استفاده کردید قبل از اتمام آن حتما برای شارژ بفرستید. و دلیل این که از مانومتر یا درجه روی این کپسول استفاده نمیشه وقتی گاز CO2 داخل سیلندر تزریق میشه تبدیل به گاز مایع میشه و برای اندازه‌گیری گاز مایع ما نیاز داریم اونو وضع کنیم طبق کاتالوگ کارخانه سازنده. در پناه خدا باشید. امیدوارم که تونسته باشیم فایلی مفید و آموزنده رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه داده باشیم.
خدا نگهدارت.